الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم به خاطر همه نعمت‌ها و توفیقات ارزشمندش، به خاطر همه توجهاتی که نسبت به ما و شما بندگانش دارن، به خاطر همه برنامه‌ها و طرح‌های خوب برای بهینه ساختن زندگی ما و شما، برای رشد و تعالی و ترقی، برای توانمندسازی و مسئولیت ما و شما. الله تبارک و تعالی علیم هست، حکیم هست. بر مبنای علم و حکمتش با بندگانش ارتباط برقرار کرده. رابطه بین الله و بندگانش فقط یک رابطه میتواند باشد، اون هم رابطه علم، چون الله علیمه، نمیخواد که ارتباط جاهلانه داشته باشد. به همین منظور بندگانش را از عقل و خرد و تفکر و اندیشه بهره‌مند ساخته. و با این ترکیب انسان را اشرف مخلوقات قرار داده و بعد زندگی خودش و مسائل همه مخلوقاتش را به عهده این مخلوق یا این خلیفه و بنده متفکر و اندیشمند و مبتکر و هدایت شده، انسانی که خدا بهش عقل و تفکر داده در اصل هدایت شده هست، به عهده این مخلوق قرار داده. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم از این بابت که ما را انسانی متفکر یا مخلوقی متفکر آفریده و هویت ما را با مناط تکلیفی که در ما ترکیب کرده به ما عنایت کرده، بخشیده. خیلی خوشحالم و خوشحالیمو با تشکر از الله ابراز داشتم. از الله تشکر میکنم که این ملاقات و این دیدار را به خاطر رضای خودش با بندگان متفکرش، انسان‌هایی که به فکرشون بها دادن و وظیفه عقل رو احیا کردن، تعطیل نکردن، و امید ما و همه انسان‌ها فقط از یک نوع مخلوق هست، از انسان‌ها هست، و امید ما و همه انسان‌ها از یک گروه از این انسان‌ها هستند، اونهایی که فکر میکنن و برای همه فکر میکنن و جهانی فکر میکنن. امید به اونها هست که بتوانند برای جامعه انسانی
قدمی بردارن، از جهال که جز جهل و نادانی و عوارض جهل چیز دیگر نیست، از کوته نظران و تنگ نظرانی که ملیت و نژاد و رنگ و پوست و این مسائل اونها رو قبضه کرده، اسیر کرده، کوته فکر کرده. بازم امیدی نیست. از کسانی امید هست که جهانی فکر میکنن، مذهب انسانیت دارن، برای رشد بشریت تلاش میکنن. اگر دانشجویان و طلاب و اساتید و مدرسین و فرهنگیان و فرهیختگان اونها نباشن، قطعاً کسانی دیگر نخواهند بود، قطعاً گروهی دیگر نخواهند بود. بهترین خلق خدا کسانی هستند که به دو منظور که در کل یک منظور هست بر روی زمین قدم میگذارن. یا معلم خیر هست یا طالب خیر هست، یا دانش آموز هست و دانشجو هست و یا معلم هست، یعنی همش در ارتباط با علم، فرقی نمی کنه، هر دوتا مبارکن، اونی که استاده، اونی که معلمه و اونی که دانش آموزه، چون معالش و مسیرش به طرف عالم شدن و کامل شدن و معلم شدن و مربی شدن هست. خداوند طرح‌های خوبی رو طراحی کرده. طراح طرح‌های خوب الله هست، تفکر کامل. الله فکر کامله، تفکر کامل و مثبته. چون با سیستم مخلوقاتش و همه مسائل مخلوقاتش آشنایی کامل داره، میتونه طراح خوبی باشه. هم علمش داره و هم حکمتش داره و هم قدرتش داره که علم و حکمتش که طراحی کرده تبدیل به عمل بکنه، عملی بسازه. پس علم و حکمت به اضافه قدرت مساوی است با خلقت. الله حکیمه، الله علیمه، الله قدیره، الله خالقه. این چهارتا برای خلقت لازم هست. اگه علیم باشه طرحی میده ولی خب نمیتونه اشیا رو در جای مناسب خودش قرار بده، در نتیجه حکیم نیست. اگر علیم و حکیم باشه، طرح‌های خوب و مفید و ارزشمند بده، قدرت نداشته باشه، نمیتونه خلاق باشه، چون نمیتونه قدرت به اجرا گذاشتن طرحش رو نداره. الله فعال لما یریده. پس هم علیمه، هم حکیمه، هم قدیره، قطعا خالق میشه. طرح‌های خوب، برنامه‌های خوب برای رشد ما طراحی کرده که نیاز به تجدید نظر نداره، نیاز به تبصره نداره، نیاز به تکمیل نداره. سیستم این طرح مرونت داره و در طول زمان مرونتی داره که میتونه بالاخره خودشو سازش بده، از سنتی تا مدرن. انقلاب صنعتی اسلام رو منزوی نکرده. انقلاب صنعتی نتیجه ارتباط با اسلامه. سه تا مطلب هست
برای موفق شدن. یکی تفکر، یکی تلاش و تحرک و یکی توکل. خدا به انسان عقل داده که فکر بکنه و فکر مثبت بکنه و برای همه فکر بکنه. 3 مطلب در تفکر هست: یکی فکر کردن، یکی مثبت فکر کردن و یکی جهانی فکر کردن، برای همه فکر کردن. این یه فکر راقی و پیشرفته هست. کسی که فکر میکنه و مثبت فکر میکنه و برای همه فکر میکنه. بشریت یک مجموعه هستن. قرار نشده تو جامعه بشریت هر کسی برای خودش فکر بکنه. اما قرارم نشده که هر کسی جیره‌خور کسی دیگه باشه، خودش فکرشو تعطیل بکنه، با فکر دیگران نون بخوره، فکر بکنه. این هم انسان مذمومیه. باید فکر بکنیم و از تجربات دیگران هم استفاده بکنیم. پس 3 مطلب در تفکر هست. خداوند 2 عضو و اشرف اعضای بدن قرار داده. یکی عقل که مناط تکلیفه و تا عقل کامل نباشه، توان تشخیص و تمییز نداشته باشه، به نضج و رشد نرسیده باشه، خطاب خداوند متوجه اون نمیشه. پس خداوند عقل قرار داده که بعد خطاب خودشو متوجه انسان عاقل بکنه. انسانی که عقلش به نضج و کمال رسیده، به رشد رسیده، به تمییز رسیده. در نتیجه دیوانه، خوابیده، فراموشکار، بچه تا بالغ نشده، اینها همه مناط تکلیف ندارن. خدا عقل داده که فکر بکنیم و دل داده که دوست بداریم، چیزی دیگر نیست. عقل داده که فکر بکنیم و دل داده که دوست بداریم. و قرارم نشده که با دلمون دوست بداریم، قرار شده که با عقل و فکرمون دوست بداریم. هر کسی با دلش دوست میداره بدبخت میشه. دوست داشتن ما باید با فکر باشه، حرکت کردن ما باید با فکر باشه. قرار نشده با چشم ببینیم، ما باید با فکرمون ببینیم، با گوشمون نشنویم، با فکرمون بشنویم، با فکرمون قدم برداریم، با فکرمون یه چیزی بدیم و بگیریم. اگر ما بتونیم فکر کردن را ایجاد بکنیم، قطعا موفق خواهیم شد. جامعه ما از فکر نکردن یا فکر کردن منفی دچار آسیب شده و وقتی آسیبی ایجاد شد، در نتیجه عدم تفکر و در نتیجه تفکر منفی، عوارضش دیگه متوجه همه میشه. خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم را در قومی که اصلا فکر نمی کردن به درجه رسیده بودن که لقب جاهل گرفته بودن، نادان، احمق، کودن، بی‌خاصیت، و اونها رو تا مرز زنده به گور کردن دختراشون رو کشانده بود. و خم و راست شدن در مقابل خدایان ساختگی دست خودشون در نتیجه فکر نکردنشون. پیامبرش رو فرستاد صلی الله علیه وسلم که اونجا زمینه فکر کردن رو فراهم بکنه. معلمی متفکر و خوشفکر
هم متفکر و هم خوشفکر و هم دلسوز و مهربان برای همه. تو جزیره العرب بلند شد به امر خداوند 13 سال فقط کاری میکرد که عرب جاهلیت اهل مکه را وادار بکنه که بتونه فکر بکنه. کاری دیگر نکرد. اون موقع نه نمازی بود، نه روزی بود، نه حجی بود، نه احکام شرعی بود. هنوز احکام نازل نشده بود. در دوره مکی زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم 13 سال فقط رو فکر کردن کار میکرد، تا اینکه بعد از 13 سال موفق شد تعدادی از اهل مکه رو متفکر بکنه و فکر کردن رو براشون دوباره جا بندازه، حس فکر کردن درشون ایجاد بکنه. میگن یه روزی یکی از همین انسان‌هایی که فکر نمی‌کردن بعد از اینکه یک فکرهایی ایجاد شده بود، صبح زود رفته بود کنار کعبه که برای بتش تعظیم بکنه. صبح زود بیابون بود اونجا دیگه، خلوت هم بود. معذرت میخوام، دید که از سر تا پای اون بتش مبلول، خیس، مرطوبه، کسی آبی رو خالی کرده باشه رو سر خداش. هر طرفی نگاه کرد دید که کسی نیست. بعد دید که یک روباهی داره میره. فهمید که روباه اهانت کرده به خداش و تبول کرده بر بتش و معبودش. اینجا زمینه فکر کردن درش ایجاد شد و این دوتا بیت شعر رو خوند. همجور که کنار خداش ایستاده بود و نگاه به روباه میکرد، گفت عرب یبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت علیه ثعالب. خدایی که روباهان میان بر سرش تبول بکنن، خیلی خدای ذلیلیه و نتونه از خودش دفاع بکنه، پس شایستگی تعظیم منو نداره. من چنین خدای ضعیف رو نمیخوام. یه لحظه چه؟ یه روباه اونو متفکر کرد. حرکت یک روباه، طبیعت همش درسه اگه انسان بخواد درس بگیره. چون ما 2 تا قرآن داریم، یکی قرآن مطلوب، یکی قرآن منظور. قرآن مطلوب اونی که تو 2 تا صفحه مصحف هست، اما قرآن منظور و مشاهد 2 صفحه طبیعت. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا، بی کوه و جنگل و صحرا و دریا، توی پیداتر از پیدا خدایا. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. 13 سال همه آیاتی که در مکه نازل شده بدون استثناء خالی از ترکیبات این کلمات نیست یا این حروف نیست. این کلمات بله، در هر آیی که آیات مکی و سوره های مکی باشه میبینید یا کلمه فکر هست، یا کلمه شعور هست، یا کلمه تدبر هست، یا کلمه تعقل هست. همش میخواست این مطالب رو جا بندازه. پس 13 سال خداوند از هر ابزاری که پیرامون اهل مکه و کفار قریش که فکر نمی کردن، هر ابزاری که بود، ابزار موجود در زمان خودشون، اونها رو متوجه می کرد که بتونن فکر بکنن. خصوصا 4 چیز که عرب باش همیشه تماس داشت. یکی شتر بود، یکی آسمان بود، یکی کوه و دشت بود و یکی زمین زیر پاشون بود. چون سفر تابستانی و زمستانی به یمن و به شام داشتن. خداوند می‌فرمایند افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. شتری که وسیله نقل و انتقالش بود، آیا نگاه به شتر نمی‌کنی چطوری خلق شده؟ و الی السماء کیف رفعت. آیا سرشو بلند نمی‌کنه نگاه به بلندی آسمان بکنه و عظمتش؟ و الی الجبال کیف نصبت. 2 طرفش که خب اگه گاه وقتی چشمش به پایین رو شترشه
رو گردن شترشه باید هم چشمش به بالا بیاره، بالا هم ببینه، باید چه؟ دو طرفش هم نگاه بکنه، کوه اینطوری میخ شده در زمین استواره. همیشه نباید نگاه زیر پات بکنید و همیشه هم نباید نگاه بالا بکنید. بعد آخرش میگه و الی الارض کیف سطحت، زمین چطوری گسترده شده. اینا آیاتی است که در قرآن وارد شده و خداوند در دوره مکی زندگی پیامبر همیشه از این آیات استفاده میکرد تا عرب و جاهلیت عرب را با ایجاد فکر کردن و تفکر چه برطرف بکنه. وسیله تفکر عقله. میدان تفکر دوتاست، یکی نفس خود انسانه و یکی کل آفاقه. میدان سوم ممنوعه، ذات خداست. پس سه تا میدان، یکی نفس انسان با اون پیچیدگیش و وسعتش که کل آفاق هم وسیع‌تره، و یکی کل آفاق، این دوتا اجازه داریم توش تفکر بکنیم. سوم مونده ذات خداوند که هر کسی در ذات خدا فکر کرد که خدا چقدر بزرگه، خدا دستش چطوره، خدا چشمش چطوره، عقلش چطوره، گوشش چطوره، تو این مسائل هی بخواد بره داخل، دچار شک و تردید و وسواس میشه و بعد جزء مشبهه میشه، نمیتونه کنه خدا رو درک بکنه، بعد میاد چه؟ خدا رو تشبیه به مخلوقات میکنه و بعضی جاها تبدیل به معطله میشه، صفات و عظمت خدا رو تعطیل میکنه چون نمیتونه. پس خدا رو با قدرت بشناس، خدا رو باید با قدرت بشناسیم و قدرت خدا همه جا داره هنرنمایی میکنه. هر طرفی که نگاه بکنید قدرت خداست. یکی از فواید فکر کردن ایجاد اعتماد به نفسه. یعنی هر کسی بتونه بیشتر فکر بکنه، بیشتر مغزشو و فکرشو به کار بگیره، اعتماد به نفسش برای موفق شدن کامل تر میشه. سبحان الله، 13 سال رو فکر عرب کار کرد، کسانی که اصلا نمیتونستن فکر بکنن، و وقتی که 13 سال کار کرد اونقدر زمینه رو مستعد قرار داد و زمینه رو فراهم کرد. بعد از 13 سال دولت اسلام تشکیل شد در یثرب در مدینه و متفکرینی که حس فکر کردنشون بیدار شده بود دیگه از مکه هجرت کردن رفتن اونجا، بعد تعلیم و تربیت رو پذیرفتن. اولین قدم برای موفق شدن این که انسان بتونه فکر بکنه و وقتی که تونست فکر بکنه اعتماد به نفسش بالا میره. بعد دیگه یکی یکی خودشون هجرت میکردن، اونقدر اعتماد به نفسشون بالا رفت دیگه دنبال اشباع شدن بودن که خودشون رو اشباع بکنن. حالا این فکر ایجاد شده، احیا شده، این حس فکر کردن بیدار شده، حالا دنبال میگشت. امام شافعی شاعره، در دیوان شعرش میگه که کلم ازددت علما ازداد علمی به جهلی، هرچی علم بیشتر خوندم علمم به جهلم بیشتر شد. انسانی که بتونه فکر بکنه موفق میشه، اعتماد به نفسش بالا میره و خدا عقل قرار داده که اعتماد به نفس انسان رو بالا ببره. اما این سه تا مطلب تفکر رو چه؟ حتما باید رعایت بکنید. فکر کردن، دوم مثبت فکر کردن، سوم جهانی فکر کردن و برای همه فکر کردن. پیامبر در طول تاریخ زندگی 63 سالش از جزیره العرب بیرون نرفت برای مسافرت، بلکه هر گونه سفرهایی داشت، حالا برای حج یا عمره، بعد از بعثتش ببخشید نه در طول، بعد از بعثتش بیرون نرفت، اما فکرش جهانی شد چون در همون محیط بسته تفکر جهانی داشت.
برای همه فکر میکرد، مثبت فکر میکرد. در نتیجه مدت طولانی نگذشت که فکرش جهانی شد و دنیا رو در بر گرفت و حتی رنسانس رو به وجود آورد در اروپا، انقلاب صنعتی رو به وجود آورد و اون تمدن بزرگ اسلامی، 900 سال حکومت اسلامی در اندلس و اسپانیای امروز، بیش از 120,000 کتاب‌های دستنویس در کتابخانه‌های اسپانیا و اروپا داره نگهداری میشه، در حدیث و در لغت و در تفسیر و در صرف و در نحو و در ادب و بلاغت و در شعر و در تاریخ و 900 سال اسلام در اندلس حکومت کرد. تا الان 120,000 نسخه از کتاب‌های نفیس و ارزشمند دستنویس علمای بزرگ اسلام تونستن پیدا بکنن و کشف بکنن بعد از این که دیگه مسلمان‌ها از اونجا رانده شدن. فکر انسان مثل چتر نجاته. اگر اون کسی که از هواپیما میپره پایین چتر رو باز نکنه هیچ موقع نجات پیدا نمیکنه. و فکر اگر باز نکنیم هیچ موقع نجات پیدا نمیکنه. فکرم باید مثل چتر باز بشه. تنگ نظری رو بذارید کنار، تحجر رو بذارید کنار، تعصب‌های مذهبی رو بذارید کنار. همه مذهب‌های اسلامی و همه دیانت‌های اسلامی و آسمانی برای ایجاد الفت آمده، برای ایجاد صفا و صمیمیت و محبت آمده. خیلی عجیبه همه ما ادعا بکنیم که مذهب ما خداییه، به جون هم بیفتیم، همدیگر رو تکفیر بکنیم، همدیگر رو تفسیق و تدلیل و تجهیل بکنیم، برای نابود کردن همدیگه. پیامبر ما برای نجات دشمنان و شب و روز دعا میکرد چرا فلانی دشمن من باشه، من دوست دارم که فلانی که امروز با من دشمنی میکنه دوست من باشه. من کاری ندارم آقای خاتمی چی کاری انجام داده، ولی یک سفر به بندر عباس و هرمزگان داشتن، تو سالن فجر تربیت بدنی بندر عباس یک جلسه با چهرهای شاخص اهل سنت و تشیع در بندر عباس داشتن. 2 مطلب گفت. مطلب اولیش گفت کاری بکنید که معاند رو تبدیل به مخالف بکنید و مخالف تبدیل به موافق بکنید. این هنره. کاری بکنید که معاند رو تبدیل به مخالف و مخالف تبدیل به موافق. و مطلب دوم خطاب به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بود. میگفت کاری بکنید که مردم عاشق نظام بکنید، نه اینکه از نظام بترسونید که ریا بکنن. مردم عاشق نظام بکنید که پشت در بسته هم مخلص باشن، نه اینکه جلو رو چاکرت هم پشت در بسته مردم منافق بار نیارید. خدا هم همینه، الله هم همینه. الله و هیولا تصور نکنید که باید ازش بترسیم، چون ما 3 عبادت داریم: عبادت عبید و عبادت تجار و عبادت احرار. عبادت عبید بردگان از ترسه، عبادت تجار معامله میکنن، من نماز میخونم بهش بهم بده، بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رؤیت ستار میگردد. نماز بخون حور بهشتی بهت میدن. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رؤیت ستار میگردد. عبادت احرار، آزادگان،
اونها شایستگی در خدا دیدن، در الله دیدن، عظمت دیدن، بزرگی دیدن، صفات کمال دیدن، با دل و فکرشون تعظیم دارن میکنن. قطعا وقتی دل و فکر رکوع کرد کمرم خم میشه. عاشق خدا شدن، به عظمت خدا پی بردن. نمازهای ما از ترس اخراجی شده. نیت کردم 2 رکعت نماز فجر اجباری، از ترس اخراجی. باید کاری بکنیم که مردم عاشق بکنیم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. اگه میخوای استفاده بکنید نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. این مذهب انسانیته. میتونه از مخالفت هم استفاده کنید. اصلا فکر کردن مذهبش جهانیه، علم مذهبش جهانیه، تحقیق مذهبش جهانیه. مذهب نداره. نتیجه تحقیق و تفکر هرچی حاصل شد مال همه بشریته. این لامپی که الان روشن، این آمپلیفایر و دستگاهایی که جلو من گذاشته، نتیجه فکر کردن یک کافره. ولی نتیجه علم و تحقیق مال همه است، جهانیه، مذهب نداره. و اینو بدونید که هر کسی بتونه بیشتر فکر بکنه و فکرشو به کار بگیره اون موفق تره تو هر زمینه ای. اینطوری نیست که خداوند بگه چون که این حالا مسلمان زاده است، حالا احمقم باشه، کودنم باشه، فکرم نکنه. موفق شدن و مناط بر فکر کردن. و کل رخدادهای دنیا و عمر دنیا و طول زمان فشرده شده در فکر انسان قرار داده شده. شاید 1/4 عقل بشر یا فکر بشر هنوز به کار نیفتاده، عقل مادیش. طوری ترکیب شده که تا آخر عمر دنیا هر 4/4 فکر بکنه و چیزهایی رو از این فکرش به وجود بیاره که دیگه نهایت فکر کردن باشه، اونجا هم نهایت دنیا باشه. سبحان الله. در وصف دجال آمده در روایات ما که مسیح دجال 40 روز در دنیا میمونه. روز اولش مثل ساله، روز دومش مثل ماهه، روز سومش مثل هفته است، روزهای باقیش مثل روزهای عادیه. و سرعت حرکت داره در دنیا که با همه انسانهای موجود در زمان خودش تماس برقرار میکنه و اونها رو دعوت به پرستش خودش میکنه. تشبیه سرعتش تشبیه شده به ابری که باد پشتشه، به ابری که باد پشتشه. حالا تصور بکنید چی میشه. یعنی یک روزی میرسه که این حدیث تحقق پیدا میکنه، دجال باید با همه تماس بگیره، با همه صحبت بکنه و کم کم در زمینش فراهم میشه. تقارب زمان یکی از نشانه های قیامت. در بعضی روایات حدیثی آمده که یکی از علامات های قیامت تقارب زمانه، زمان نزدیک میشه. و نتیجه تفکر انسان چقدر زمان نزدیک شده، چقدر ابزار ارتباطاتی زیاد شده. با یک دکمه دنیا رو میبینید، با دنیا صحبت میکنید، پیام میدید، پیام میگیرید. همه رخدادهای دنیا فشرده شده تو عقل انسان و فکر انسان و ما و شماییم که رویداد آفرینیم، رخداد آفرینیم. هر کسی بیشتر فکر بکنه بیشتر مبتکر میشه. آمریکا که قلدر جهان نشده فقط با یک برنامه. تو هر چی میخوای بگو مرگ بر آمریکا. تا زمانی که استقلال اقتصادی نداریم فایده نداره. تا زمانی که ما اقتصاد مستقل نداریم شعار به درد نمیخوره، الله اکبر ما به درد نمیخوره، از مرگ گفتن ما کسی نمیمیره. خب ما شکممون وابسته است، از تحریم اقتصادی میترسیم. تا زمانی که چشم ما فقط به نفت
ما همیشه گیر خوریم، نمیتونیم تصمیم خودمون رو بگیریم، وابسته هستیم. بورس جهانی میره بالا، میره پایین، وحشت زده میشیم. بودجه ممالک اسلامی متوقف شد، خیلی از برنامه ها کاسته شد، رفت بالا، یه نفس راحتی میکشیم. سرمایه ملی یک مملکت معلمین هستند. یه سفری در تهران داشتیم، ما سوار تاکسی تلفنی آمد بریم فرودگاه، دعوت هفته بهزیستی بودیم اونجا. ما سوار شدیم، راننده به ما گفت ببخشید شرکت نفتی هستی؟ شرکت نفتی نیستم. گفت من فکر میکردم شما شرکت نفتی هستی. گفتم نه من مدرسم. گفت مدرس؟ بله. گفت من فکر میکردم شما شرکت نفتی هستی. سرمایه های ملی شرکت نفتی هستند. سرمایه ملی یک مملکت و جامعه معلمین فداکار و ایثارگر و مخلص و کم توقع و مهربانند. اونهایی که فکر کردن یاد مردم میدن. آمریکا که امروز به جهانی شدن داره فکر میکنه، یه زمانی ما مدعی جهانیش بودیم. دولت اسلام همه رو در بر گرفته بود. 10 سال بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم 2 سال و 6 ماه حضرت ابوبکر خلافت کرده، 10 سال بعدش حضرت عمر خلافت کرده. تو اون 10 سال 2 تا قدرتمند دنیا که دنیا رو نصف کرده بودن تسلیم اسلام شدن. یعنی تو 10 سال اسلام جهانی شد با ابزاری که در اختیارش بود، نه شمشیرها، فکر، طراح خوب، برنامه‌ریزی خوب. سبحان الله. امروز ما از فکر کردن فاصله گرفتیم، همه چی شده ملابازی، تنگ نظری، کوتاه نظری، در نتیجه سیادت و آقایی هم از دست دادیم. کسی رومون حساب هم باز نمی کنه. بچه های خودمون هم از اون بیزار شدن. پس آمریکا زمانی قلدر دنیا شده که نیروهای خوب متفکر دنیا رو اگه شده با تطمیع و تهدید به خودش کشانده. فرار مغزها از کشورهای اسلامی. دانشگاه صنعتی شریف ما هم هدف دانشجوهای یه رقمی. ما فکر نمی کنیم ایرانی ها تو المپیاد فیزیک و شیمی و فلان واقعا حرف اولو میزنن. لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس. اگر علم و دانش متعلق به ستاره پروین بود، مردان از ایران زمین به اون دست پیدا میکردن. آخر امتحانات سال تحصیلی که میشه تو روزنامه ها می نویسن دیگه فلانی دیپلمش با معدل 20 بوده، ریاضی محض مثلا، ریاضی فیزیک. این روزنامه ها رو جمع آوری میکنن. نه از دیپلم، از اول دبیرستان دیگه هر سال معدلای بچه های ما رو کنترل میکنن، چک میکنن، نمیذارن که دیپلمش بگیره وارد دانشگاه بشه، همونجا زمینش فراهم میکنن. رتبه 3 دانشگاه صنعتی شریفی که از دوستان بود، رشته برق بود فکر میکنم، این میگفت که برای ما پیشنهاد $3000 در ماه دادن که بریم اونجا بخونیم با بهترین خانه، بهترین ماشین، ماهانه $3000. قدر سرمایه همون نمیدونیم. نه یکی از دانشگاه های دنیایی که هدف غربه که این سرمایه ها رو جذب کنه و اروپا، دانشگاه صنعتی شریف ماست. به هر کسی که فکر خوب میکنه باید بها بدیم و هر کسی هم که تا به حال فکر نمی‌کرده باید کمکش بکنیم که فکر بکنه.
قدرت تو بازو نیست، تو فکره. بازوی من نمیتونه یک صندلی 10 کیلویی رو یک سر دست نگه بداره، کم کم خون میاد پایین، خشک میشه. ولی فکر من میتونه 100 تن اینطوری تو هوا، 500,000 تن آهن تو دریا، هواپیماهای عبور پیکر. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. همه مفسرین تفسیر سلطان کردن، گفته انسان زمانی به تمامی مسائل زمین و آسمان دست پیدا میکنه زمانی که سلطان در اختیارش باشه، قدرت. و همه مفسرین گفتن اینجا منظور از سلطان قدرت تفکر و علم هست. این تفکر هرچند تفکر مثبت داشته باشید، جهانی داشته باشید، نیت خیر داشته باشید، تا تلاش مثبت و همه جانبه فکر مثبت رو ساپورت نکنه، همش در حد یه فکر خوب میمونه. فلانی خوش فکره، فلانی خوش نیته، فلانی نیت‌های خیر داره، در حد تمنا و آرزو کردن میمونه. زمانی تفکرات مثبت ثمر میده که پشتش تلاش مثبت باشه و تلاش انفرادی نباشه، تلاش جمعی باشه. تعاونوا علی البر و تقوا. ما از وقتی یاد میدیم به ما مردم هرمزگان میگن منطقه محروم، استان محروم کشور. بعضیا که از پایتخت میان برای انجام مأموریت، وقتی بندر عباس میفرستنشون یا استان هرمزگان، حق مأموریت که بهشون میدن 2-3% هم حق مأموریت در گرمسیر و هوای گرم بهشون میدن. هر کسی عقل داده محرومه. چون ما فکر نکردیم محروم شدیم. فکر میکنم زابل هم یکی از همون مناطق کشوره، بلوچستان هم همونه. اصلا یه آمار یونیسف به شما بدم. یونیسف بعد از بحث و بررسی و تحقیقات گسترده میدونه به چه نتیجه رسیده. اعلام کرده که با استعدادترین دانش آموزای دنیا دانش آموزای خطه جنوب بلوچستان ایران هستند. بلوچستان. این آمار یونیسفه. این استعداد رو اگر جهت ندید دزد حرفه‌ای هم میشه، در شر هم حرفه‌ای میشه، در فساد هم حرفه‌ای میشه. ولی وقتی جهت میدید در مثبت هم حرفه‌ای میشه، فائق میشه. پس تفکر مثبت و تفکر برای همه و بعد تلاش مثبت همراه هر نیت خیر با یک قدم خیر باشه. و اگر یک قدم خیر باشه جواب نمیده، زمانی جواب میده که 100 تا قدم خیر برای یک نیت خیر حرکت بکنه. ما باید به دانشجویامون احترام قائل بشیم، امید ما هستن. اما دانشجوی عزیزم باید بدونن که ما متخصص به غیر متعهد زیاد داریم. توهین بهتون نشه، 100,000 دانشجوی معتاد در کشور داریم و استاد دانشگاه و معلم و دانش آموز. 100,000. این آمار دانشگاه هرمزگان بود که اعلام کرده بود. و روانشناسا میگن هر چی که فرزند بزرگ میشه همراه فرزند خطر هم بزرگتر میشه. تا وقتی بچه هست خطر به اندازه خود بچه هست. وقتی وارد دانشگاه شد ما فکر میکنیم وقتی که وارد دانشگاه شد نیاز به حمایت نداره، نیاز به توجیه نداره، نیاز به ارشاد نداره، نیاز به راهنمایی نداره.
هرچی این بچه بزرگتر میشه خطرم به اندازه بزرگیش و رشدش داره رشد میکنه. پس ما متخصص لازم داریم، متعهدم لازم داریم، ولی الان همه تفکیک شده، متخصص بدون تعهد و متعهد بدون تخصص. ملا زیاد داریم، دکتر هم زیاد داریم، مهندس هم زیاد داریم. ما 37,000 پزشک و پرستار و مامایی بیکار داریم. 37,000. یه زمانی ما ابتدایی بودیم، به ما میگفتن دوست داری در آینده چه کاره بشی؟ همین میزدیم رو پزشکی یا خلبانی یا مهندسی. الان دیگه متخصص بازارش کساد، فوق تخصص. سرمایه‌ای که جامعه انسانی و اسلامی لازم داره متخصص متعهد و متعهد متخصص، هر دوتا مکمل یکدیگرن. تعهد تخصص رو حفظ میکنه و تخصص به تعهد بها و جلوه میده. چقدر خوبه که دانشجوهای ما و متخصصین ما متعهد باشن و الگوهایی باشن. خیلی از دخترای ما وقتی وارد دانشگاه میشن با چادر میرن، برمیگردن از حجاب مسخره میکنن. پشت پا میزنن به مسائل اخلاقی. طلبه های ما هم سرگردانن، نمیدونن چه کار رو کنن، هیچ از دنیا نمیفهمن. توهین نشه. یک کتابی هست به اسم قهرمان قهرمانان، بطل الابطال. قهرمان قهرمانان زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم. قهرمان قهرمانان بود. شخصیت هایی رو تربیت کرده که هم به دنیا می پرداختن هم به آخرت. این دو تا عامل برای موفقیت، اما سومی خیلی مهمه، توکل. تفکر، تحرک و توکل. اگه میخوای اعتماد به نفست بالای بالا بره و شکست ناپذیر باشید و همه عوارض مسیر زندگی رو به جان و دل بخرید، باید توکلت قوی باشه، پشتت قوی باشه، الله داشته باش، لازمش دارید. نیروی برتر اللهه. انسان به نیروی برتر نیاز داره، نیروی خستگی ناپذیر. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل به خدا انسان از عجز و بیچارگی و درماندگی در میاره، از کسالت و سستی و تنبلی در میاره، همیشه با نشاطه، حیویت داره، تحرک داره. خب من به همین قدر بسنده میکنم. تفکر، فکر کردن، مثبت فکر کردن، برای همه فکر کردن، تلاش مثبت و بعدش هم توکل بر خدا. امید ما هم همه انسان هایی که خوب فکر میکنن، مثبت فکر میکنن، برای همه فکر میکنن، تخصص میکنن، رو تعهدشون و اخلاقشون و تزکیه روحی و روانیشون هم فکر میکنن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در خاتمه عرایزم یک مطلب یادم آمد. تو این چند سال اخیر خیلی کتاب‌های روانشناسی ترجمه شده، تو اکثر نمایشگاه‌های کتاب، شکرم، و خیلی هم جذاب شده و خیلی هم طرفدار داره، فروششون هم خیلی زیاده.
کلید خوشبختی، کلید طلایی فلان، کلید فلان، رمز موفقیت فلان، اکثرا هم ترجمه هست. و در اروپا و غرب هم هر 500 متر یک مرکز مشاوره الان دایر شده. روان انسان ها خسته شده. خیلی عجیبه، هرچی کتاب های روانشناسی بیشتر میشه و مردم برای تسکین روان خسته و کوفته‌شون و روحیه از دست دادهشون دارن به مراکز مشاوره مراجعه میکنن، کتاب روانشناسی میخونن، بدتر میشن. روز به روز درصد خودکشی ها و سکته های قلبی و ایست مغزی داره چه بیشتر میشه. این روان خسته است، روح خسته است، آرامش نداره. در صدر اسلام آمار کسانی که خودکشی کردن یا با سکته قلبی و مغزی مردن اصلا چه شاید یکی دو مورد هم نباشه، یا با مرگ طبیعی فوت کردن یا در جهاد شهید شدن. روح انسان خسته است. وقتی که میمونه توش به بنبست میرسه خودشو خلاص میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اخلاق، نماز، روزه هست، تزکیه نفس هست. ما در فرهنگ اسلامی چیزی به اسم ریاضت نداریم، نماز و روزه داریم. چیزی به اسم ریاضت که باید بریم برگ درخت بخوریم و گوش نخوریم و فلان نخوریم و لباسهای خشن بپوشیم و بریم تو کوه و زن نگیریم. و ریاضت در اسلام احکام اسلامه. نماز درست خوندن، روزه گرفتن، زکات مال دادن، ریاضت دیگه. تزکیه میکنه حقد و حسادت و حرص و طمع و تکبری که از جمع مال، اینا ریاضته. چیزای ساختگی درست نکنیم به دین بچسبونیم به اسم ریاضت و تزکیه و فلان. روزه گرفتن، زکات مال دادن، ریاضت دیگه. تزکیه میکنه حقد و حسادت و حرص و طمع و تکبری که از جمع مال، اینا ریاضته. چیزای ساختگی درست نکنیم به دین بچسبونیم به اسم ریاضت و تزکیه و فلان. اسلام تو احکامش برنامه تزکیه داره. شکرم. خب این دوستمون تذکر داده که دوستان تو کجاست؟ حوزه دیگه نه؟ بله، اسلام آباد منتظرن. خب میریم انشالله. مطالب در اسلام به خاطر کمرنگ جلوه دادن عظمت اسلام و دیکتاتور نمایاندن اسلام به مسائل اسلام چسباندن. بدعت‌ها و سلیقه‌های شخصی و احادیث ساختگی و دروغین. امام مالک میگه حدیث در مدینه 1 وجبه، میره تا عراق برمیگرده همون حدیث 1 متر میشه. صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه از اون سلیقه‌های شخصی چه جلوگیری بشه. البته این بحث مفصلیه و وقت محدودم اجازه نمیدی که بهش بپردازیم. سوال بعدی درگیری احزاب اسلامی و در عصر بیداری اسلامی کنونی با توجه به این که همه داعی اسلام محمدی هستن، همه داعی اسلام محمدی هستن، از شما خواهش می‌کنم در این راه‌های کثیر با چه معیار و راه برگزینیم. خب ما قرآن داریم و سنت داریم، سنت صحیح هم داریم، بالاخره اونا رو باید عرضه بکنیم. هر چیزی که ما دیدیم باید عرضه بکنیم بر آیات قرآن و قواعد کلی اسلام و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابقت بدیم. 3 سلطان در انسان حکومت میکنه. یکی سلطان عاطفه است، یکی سلطان عقل است و یکی سلطان شریعت است. عاطفه بدون تعقل بدبختیه.
تعقل بدون تدین هم انسان علمانی میشه، لایک میشه. بس سلطان تدین با فکر و منطقی که خداوند در اختیارت گذاشته میتونید راه درست رو انتخاب بکنید. بحث مسائل احزاب اسلامی خیلی وقتا بحث منافع هست، بحث منافع حزبی هست. یک سری جریانات سیاسی و حزبی و شخصی پشت قضیه هست. اگر انسان مجرد بشه از هر گونه اغراض و امراض شخصی و حزبی و دیگر مسائلی که ما را به مقصد نمیرسونه، به اتحاد و یک پارچگی نمیرسونه، موفق خواهد شد. اهل تحقیق باشید، بالاخره راهتون رو پیدا میکنید. احزاب اسلامی روزها و ثانیه ها دارن چه؟ از یک حزب 100 تا شاخه دیگه تولید میشه. اما و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. همه نیت‌های خیر دارن و همه رو باید بر دلیل عرضه بکنیم، اما مسئله‌ای که تو این احزاب هست و سبب استکاک میشه و تشنج میشه و درگیری میشه، بحث اینه که به دلیل نکشوندن برنامه هاست. در نتیجه مشکل به وجود میاد. اما تو این که همه احزاب نیت خیر دارن، همین سوال من از محمد خود تو مکه کردم: آینده جهان اسلام با این همه احزاب چطوری میبینید؟ گفت آینده رو به خیر میبینم. یک روزی بالاخره دشمن مشترکی اینها رو منسجم میکنه. یک مسئله تو بحث جنگ افغانستان و عراق و آمریکا وجود داره که پیامبر صلی الله علیه وسلم 1400 سال پیش خبر دادن که یهود در قالب دولتی توانمند و منسجم با شما مسلمین می جنگه. پس ابتدا دولت یهود تشکیل میشه در آخر الزمان، دولتی منسجم، نه اون دولتی که تو تل ابیب و تو اسرائیل. دولت یهود پارلمان فرانسه و روسیه و آمریکا و مغزای متفکر پارلمانی و سیاست گذاران دنیا و اقتصاد دنیاست که در کشورهای اروپایی این حرکت ها رو دارن چه ایجاد میکنن. و الان در ابتدای شکلگیری دولت قدرتمند یهود در آخر الزمان هست. در نهایت دو تا قدرت میمونه، یکی دولت یهود، مسیحی ها منحل میشون و الان آلت دست یهود هستن، یعنی دارن کمک میکنن مسیحی ها که چه دولت قدرتمند یهود از نیل تا فرات و الان آمدن وارد منطقه شدن و الان جرقه ایجاد دولت اسلامی الان در اذهان و در دلها به وجود آمده، فقط جرقه تولید شده. اولین قدم برای دولت قدرتمند اسلام در آخر الزمان تنفر از کفر، تنفر جهانی است و الان این تنفر داره ایجاد میشه. به آمار کشته شدگانتون نگاه نکنید، ولی این تنفر جهانی داره ایجاد میشه و بعد دو تا دولت قدرتمند اسلام و یهود میماند، اسلام ناب و یهود. و الان جرقه برای اون حرکت که اولین قدمش تنفر جهانی باشه، تنفر عمومی. 15 ساله هستن که
TNT رو به کمر میبندن و خودشون رو منفجر میکنن. بالاترین درجه شهادت. دشمنان ندارن، ما داریم. کسانی که جانشون رو تو کف دستشون میگذارن. سومالی هایی که نون گیرشون نمیامد بخورن درباره سربازان آمریکایی و شکستشون در سومال میگن. بی‌ثبات‌ترین افراد و سربازانی که در عمرمون دیدیم میگفتن سربازای آمریکایی بودن. روحیه نداشتن، هدف نداشتن، ثبات نداشتن، امید نداشتن، هیچی نداشتن. سرباز سومالی که کفش نداره با پای برهنه می جنگید، در روز یه وعده غذا میخوره. اما ما جوانایی داریم که همه امیدهاش رو تو یک امید جمع میکنه، اونم رضای خداست، آینده و آخرت. زن نگرفته، تشکیل خانواده نداده، تحصیلاتشو کامل نکرده، خیلی خواسته ها داره، همه رو کنار میگذاره. تو انقلاب ایران دیدیم، تو افغانستان دیدیم، تو عراق دیدیم و داریم میبینیم، تو سومال دیدیم، تو فیلیپین دیدیم، خیلی جاها دیدیم. این جانب یک مسئله خصوصی پیش آمده، نمیدونم اینجا داده که من بخونم براش یا که درباره ازدواجه. فکر میکنم که بعد مراجعه بکنه جوابش بدم بهتره، شاید خوشش نیاد. که میگه که یک کتاب تفسیر معرفی بکنید. کتاب تفسیر نور، تفسیر کابلی تفسیر خیلی خوبیه، خیلی دقیقه. اونهایی که کمی آگاهی و اطلاعی بیشتری به تفسیر دارن، به قرآن دارن، تفسیر نور هم خیلی مختصر نوشته شده. تفسیر المنیر هم اخیراً ترجمه شده. تفسیر صفوة العرفان هم هست. میخواستم در جملاتی به طور کلی ما را راهنمایی کنید، مفید باشد فردای نباشه. بعد از نماز فرض دعا کردن چه حکمی دارد؟ این سوالا را از هیئت فتوای اینجا بکنید، فکر میکنم بهتره. در مورد جبر و اختیار انسان از آفرینش خلقت، خب اگه خداوند میخواست که انسان رو مجبور و بی اراده بکنه و اراده رو ازش بگیره، پس چرا در اون اراده ایجاد میکرد و چرا به اون عقل داده؟ خداوند میفرمایند ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس خدا وقتی به انسان عقل داده و قدرت فکر کردن، یعنی به اون اختیار داده در رهگذر بلا نشینیگویی که رضای حق چنین است. ما قضا و قدر دو تا داریم، قضا و قدر خیر و قضا و قدر شر. خدا به ما عقل داده، قضا و قدر خیر، علم قضا و قدر خیره، خوبه. جهل قضا و قدر بده، گفته دنبال علم برو با عقلت و حسن اختیارت و قضا و قدر خیر رو بگیر و جهل رو که قضا و قدر بده دور بکن. بیماری قضا و قدر بده، دنبال دوا و دکتر رفتن قضا و قدر خیره، اونو بگیر، اونو دفع کن. و هیچ موقع قضا و قدر دلیل بر آینده نیست. نمیشه خدا رو متهم کرد من مشروب میخورم چون خواست خدا بوده. هزار کار انجام میده میگه خواست خدا بوده. تو کدوم آیه قرآن خدا گفته که برو مشروب بخور؟ چطوری خدا رو نسبت میدیم خواست خدا بوده، خواست خدا بوده؟ قضا قدر دو نمونه هست، یکی در اختیار انسان نیست. زیر دیوار نشستید، زلزله میشه، دیوار میفته رود، اختیار نداشتید.
ولی یه نفر زیر دیوار نشسته، تو دیوار رو حل میدی میندازی روش، بعد میگی که خواست خدا بوده که تو اینطوری توسط من بمیرید. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که اگر کسی گفت قضا و قدر، یه مشتی بزن تو دماغش، تو صورتش. اگه گفت چرا میزنی، بگو خواست خدا بوده که من تو صورتت بزنم. ولی نگاهش کن که یه مشت 10 تا مشت جواب میده یا نمیده. اینجا با قضا و قدر چه راضی نمیشه، میگه نه. ولی مشروب میخوره، سیگار میکشه، نماز نمیخونه، میخواد شانه رو خالی بکنه، خدا رو متهم میکنه. قضا و قدر بوده. ولی اونجا یه مشت 10 تا مشت جواب میده. حرکت طبیعت 2 تا حرکته. یکی حرکت اجباریه، بهش میگن کونی قدری، و یکی حرکت اختیاریه. حرکت اجباری طبیعت زیر ثواب و گناه وارد نمیشه. طلوع خورشید اجباریه، غروب خورشید، مردن اجباریه، اما نوع مردن مهمه. این که مردن، اکسیژن، رشد، خوابیدن، خسته شدن، نیاز به غذا داشتن، نیاز به آب داشتن، اینا حرکت اجباری طبیعته، زیر ثواب و گناه داخل نمیشه. انسان 2 بعد داره، سایر مخلوقات فقط 1 بعد اجباری دارن، اما انسان 2 بعد داره. زمانی که بعد اختیاریش تابع بعد اجباریش میشه، این انسان کاملی میشه. البته با چه؟ با تفکرش و انتخاب راهش. خداوند وقتی به انسان عقل داده نمیخواد دخالت تو زندگیش بکنه. اینجاست که میگه وقتی من به تو عقل دادم، حسن اختیار رو میتونید داشته باشید. برنامه بهت میدم، تو با عقلت و حسن اختیارت برنامه خوب رو انتخاب بکن. پس خدا به انسان عقل داده که خودش در خودش با فکر کردنش و حسن اختیارش و راهکارهایی که خدا گذاشته و داده و مرشدینی که خدا فرستاده که راهنمایی بکنن، به اونها گوش بده، حسن انتخاب داشته باشه. دیگه خدا دخالت در زندگیش نمیکنه و اولین قدم برای تغییر باید خودت برداری، نه خدا. خدا دخالت نمیکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم ولقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم رو بزرگ شمردیم، مکرم قرار دادیم، با ترکیب عقل و فکر میتونه راهش رو انتخاب بکنه. میگه درباره سمت خودت، من تو حوزه علمی اهل سنت بندر عباس تدریس میکنم، انجمن خیریه خاتم النبیینم جزوشون هستم. یه سمت خاصی ندارم. حد مسکرات اگر مقدار شراب که باعث مستی نشود آیا حرام است؟ هر حرامی 3 تا علت داره. چیزی که زیادش مست میکنه کمش هم حرامه. هر چیزی که خدا گفته حرام یا هر 3 تا علت داره یا یکی از این 3 تا علت داره. هیچ چیزی خدا بدون علت حرام نکرده. علتهای یک حرام یا ضرره یا فساد یا نجسه. محال چیزی خدا حرام بکنه این 3 تا رو نداشته باشه یا یکی از این 3 تا رو نداشته باشه. مشروبات الکلی هر 3 تا رو داره، هم فساده و هم ضرره و هم نجسه. و هر چیزی که ضرر به 5 چیز انسان برسانه در همه ادیان آسمانی ممنوعه. یکی ضرر به عقل، یکی ضرر به مال، یکی ضرر به شرف و ناموس و آبرو، یکی ضرر به دین و یکی ضرر به نسل. اینها بهش میگن کلیات 5گانه یا اصول 5گانه و ضروریات 5گانه‌ای که همه ادیان آسمانی تأکید کردن که باید حفظ بشه. دین حفظ بشه، ناموس حفظ بشه، آبرو حفظ بشه، مال حفظ بشه، عقل حفظ بشه، نسل هم حفظ بشه. سیگار درسته که برگ درخت است، اگر تو بدن کسی هم باشه، تو جیب کسی هم تنباکو باشه، نمازش درسته، نجس نیست، برگ خشک درختیه. ولی
دو تا علت حرام دیگه داره. نجس نیست اما ضرر داره، فسادم داره. نه اینکه هر چیزی نجس حرامه، اما مشروب هر ستا رو داره. و علما هر کسی که مشروب بخوره به 4 تا حیوان تشبیه میکنن. اولی که مشروب وارد بدنش میشه تبدیل به روباه مکار میشه، بعد که خوب با اون آمیخته میشه و تعقلش ازش میگیره تبدیل به گرگ بیرحم میشه، بعد که کم کم نشگی از سرش بیرون میره سیر نزولی رو طی میکنه تبدیل به خرس قویی که تیر خورده و خون از بدنش داره میره. مرحله 4 مشروبات الکلی و مسکرات که دیگه از بدنش بیرون میره تبدیل به موشی میشه که دنبال سوراخ میگرده، نه آبرویی براش مانده، نه دینی، نه مالی، نه اسراری، هرچی بوده برباد داده و دست به هر جنایتی میزنه. و در مشروب پیامبر صلی الله علیه وسلم 10 نفر رو لعنت کرده، 10 نفر و ام الخبائث معرفی شده. چند روز پیش در عرض 1 ساعت من 4 تا تلفن داشتم. این موبایل چه نعمت بزرگیه، اما بعضی هم به عنوان یک مصیبت ازش یاد میکنن، چون واقعا سبب مصیبت شده برای خیلی از خانواده ها. یکی از مشهد بود، یک خواهر بود، یکی از بخش های بندر عباس بود، یکی هم از بوشهر فکر میکنم بود. 3 تاشون خواهر بودن، یکیشون برادر بود. 3 تا خواهرها یکیشون 2 بار خودکشی کرده بود، موفق نشده بود. 2 تای دیگه هم در شرف خودکشی بودن، اما برادر دانشجو بود. گل به روی شما. وقتی که صدای تلفن، زنگ تلفن خورد، گوشی رو بلند کردم، سلام کرد، شروع به گریه کردن کرد. بعد گفت من یه دانشجو هستم، دوستان نواب به من گفتن که تو شراب بخور، با هم خوردیم، الان پشیمان شدم، میخوام توبه بکنم، ولی سوال کردم به من گفتن که تا 40 نماز شما نجیسی نمیتونی، تا 40 نماز از تو قبول نمیشه و من سخت پشیمانم. یک دانشجو فکر میکنی نمیتونه کسی گولش بزنه، دانشجو در سطح عالی علم و دانش از روی سادگیه. بعد میگفت من میتونم توبه بکنم، دوباره نماز بخونم، با خدا آشتی بکنم. چرا نمیشه؟ میشه. اون حدیث پس برای چیه؟ اون برای بزرگ جلوه دادن خطر این معصیت، خصوصا مشروبات الکلی. و متاسفانه امروز به کثرت یافت میشه. مشروبات، مواد، خصوصا تو عروسی ها 2 تا دم در ایستادن، وقتی وارد میشه یکی میگه که نوشیدنی میخوای یا کشیدنی میخوای، از هر طرف میخوای بفرما. تو دکه ها فروش میره، تو دانشگاه ها فروش میره، به کثرت یافت میشه. و بالاتر از اون چیزی به اسم پان پیدا شده. پان خیلی بسته‌بندی ظریف تو سوپرمارکت ها، حتی تو بعضی مناطق دخترای 3 ابتدایی مصرف میکنن، یعنی آدمو شاداب میکنه. دختر 3 ابتدایی پان مصرف میکنه و قلیون میوه‌ای خصوصا تو پارک‌ها و اینا، خصوصا بین دخترها مد شده که قلیون میوه‌ای بیشتر دخترها و زنها استفاده بکنن تو پارک‌ها. خیلی راحت دختر 3 ابتدایی پان مصرف میکنه، از سوپرمارکت میخره، بسته‌بندی شده، مثل آدامس. با خودش میبره تو مدرسه، میگه آدمو شاداب میکنه، با تراوت میکنه. خیلی باید بیدار باشیم، خیلی باید آگاه باشیم. وقت تمومه؟ بله وقت میگه تمومه. حرام است یا حرام نیست؟ مشروب ضرر به دین میرسونه، ضرر به مال میرسونه. من خب خاتمه میدم صحبتام فقط با یک مثال. یه روز رفتم یکی از روستاهای اطراف مینا، بندر مینا، روستای اسمش نمیبرم ببخشید،
خوب که یاد آمد. یه روستای اطراف میناب، یه روستای کوچک، یه عروسی بود. بعد معمولا وقتی من اونجا میرم آمار میگیرم، آمار دانشجوهاشون، آمار طلبه هاشون با هم مقایسه میکنم. چند تا دبیر دارن، چند تا مهندس دارن، چند تا طلبه دارن، آمار مواد مخدر. بعضی روستاها میگن ما اصلا سیگار نداریم، تو سوپرمارکت های روستای ما هم سیگار فروش نمیشه. سبحان الله. روستای ما روستای سالم معرفی شده، روستای پاک معرفی شده. ما سوال کردیم که چند تا معتاد دارید؟ ببخشید چند تا طلبه دارید؟ یه یادداشت برای من آمد، گفتن که 7-8 تا طلبه داریم، امسال هم نزدیک 6-7 تا دانشجو داریم. خیلی خوشحال شدم. یه روستای محروم تو اطراف میناب 7-8 تا طلبه و دانشجو داشته باشن، خیلی یه سری آمار ارقام میدادن. بعد گفتم خب این خوشحال کننده است. ببخشید نمیگم چند تا معتاد دارید، چون خیلی معتاد داشتن. گفتم که بزرگان خودم هم نشسته بودن، گفتم که چند تا سیگاری دارید؟ یکی از اون طرف بلند شد گفت 300 تا. تو یک روستا گفت 300 نفر سیگاری داریم. به من گفتن که پول به ما بدید کتابخانه رو اندازه بکنیم، وسایل ورزشی برای بچه‌ها بخریم، یه سری کمک بکنید، شما نفوذ دارید با خیرین. گفتم من یه آمار فقط 300 تا سیگاری دارید. اگر اینا روزی یک پاکت ونسون بکشن، اگر ما بگیم 1000 تومان میشه روزی 300,000 تومان. من نمیدونم پاکت ونسون چنده، نمیخوام کسی اینجا جواب بده، ولی ما 1000 تومان میگیریم. 30 تا 300,000 تومان میشه چقدر؟ بگید دیگه. 9 میلیون تومان. 9 میلیون تومان میشه 30 تا یک ماهش دیگه، روز 300,000 تومان. 12 تا 9 میلیون تومان هم حساب بکنید در سال چقدر میشه؟ چیزی حدود 100 خورده میلیون. اگر روز یک پاکت ونسون نکشن، ناکن ضربه مالی سالی 107-10 میلیون پول دارن. یک سال تجربه بکنن اون سیگاری ها، تا رفتن رو ونسون لهش بکنن بریزن، 1000 تومانش بندازن تو قلب، تو صندوق. یک سال نگاه کن چی میشه، چقدر ما متضرر میشیم چون فکر نمی کنیم. برای همه شما آرزوی موفقیت داریم.